بهت قول میدم این بهترین دستور خمیریه که تا به حال دیدید، بدون تخم مرغ، بدون ورز، با این نتیجه. آب ولرم، شیر ولرم، شکر، نمک، پودر خمیرمایه و روغن رو با هم مخلوط میکنید. میزان آردتون رو کم کم اضافه میکنید و هر دفعه هم میزنید تا یه خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. یه قاشق روغن روی خمیر میریزید، روشو میپوشونید و نیم ساعت استراحت میدید. بعد از استراحت پف خمیر رو میگیرید، به سطح آرد پاشی انتقالش میدید، یکم آرد روش میپاشید و به تعداد چونه هایی که دوست دارید تقسیمش میکنید. حالا به ظرف فر انتقال میدید، پهنش میکنید، 20 دقیقه روشو میپوشونید، با انگشت روشو شکل میدید، رومال و کنجد و سیاه دانه و میره داخل فر و تا داغه رومال کره. نوش جان.